ما لحظه ای که موتمون بیاد به قرآن چی باید بگیم؟ چی باعث شد تو دستای من نباشی؟ چی باعث شد روزانه من تو رو تلاوت نکنم؟ چی باعث شد تو کلام الله بودی اما محجور، متروک، در طاق نسیان گذاشته؟ چی باعث شده بود که من به عنوان مسلمان 30 سال، 40 سال، 50 سال از خدا عمر گرفتم، سوره الحمدم هنوز درست نشده، تجوید قرآنم، حروف و مخارج کلام الله رو هنوز درست نکردم؟ چی باعث شده که من حتی نتونم 10 سوره آخر قرآن رو ترجمهش رو درست بفهمم؟ اگه من روزی نیم ساعت کمتر از فضای مجازی یه رو به قرآن وقت میدادم، آیا نمیتونستم ترجمه 10 سوره آخر قرآن رو یاد بگیرم؟ بعد دیگه نمازامو توتیوار همینطوری نخونم، لقلقه زبانم نباشه، وقتی دارم 10 سوره آخر قرآن رو میخونم بفهمم با خدا چه نجوایی میکنم، چطور حرف میزنم. چقدر به قرآن وقت دادیم، چقدر به فضای مجازی وقت دادیم. بترسیم اونایی که نتونستن خاک افغانستان رو فتح کنن، بترسید که قلب شما رو فتح نکنن. اونایی که نتونستن بذر فتنه و فساد خودشون رو و بدی خودشون رو و استعمار خودشون رو، این بذر رو نتونستن تو خاک شما بپاشن، بترسید از این که اونها خدایی نکرده بذر غفلت رو، بذر شهوت رو، بذر بدیها و دوری از خدا و رسول رو تو قلب من و تو نکاشته باشن.